توییت جدید دونالد ترامپ که جنجال برانگیز شد. تنها 11 روز بعد از درگذشت پاپ فرانسیس، ترامپ تصویری تولید شده با هوش مصنوعی از خودش در لباس پاپ منتشر کرد بدون هیچ توضیحی. ماجرا از جایی شروع شد که ترامپ در پاسخ به سوالی درباره جانشین پاپ با خنده گفت: دوست دارم خودم پاپ بشم. این انتخاب شماره 1 منه. این حرفا و تصویر واکنش‌های منفی زیادی به دنبال داشت و خیلی‌ها اون رو توهین‌آمیز و بی‌احترامی به سوگواران پاپ دونستن. اما نکته جالب ماجرا اینجاست. انتشار تصویری توسط بیپل با جایگزینی چهره پاپ با میم کوین قورباغه معروف پپه و واژه نیو پاپ به شکل شکسته. این پست بیپل نه فقط پاسخ تصویری و طعنه‌آمیز به پست ترامپ، بلکه نقدی عمیق‌تر به کل دوران ماست. دورانی که در اون مرز بین شوخی و واقعیت، قدرت و شعاف، رهبر و میم هر روز بیشتر و بیشتر از بین میره.